سلام، حال احوالتون چطوره؟ من مهیار فرمانی هستم و امروز میخوایم اولین جلسه از تدریس‌های تصویری و ویدئویی رو با همدیگه شروع کنیم بدون هیچ فوت وقتی، چون ویدئو هم هست خب طبیعتا حجمش زیاد خواهد شد. میریم که شروع کنیم. Okay, let's start. Imagine you're in a conversation. تصور کنید که توی یه مکالمه هستید and you want to ask someone their opinion. You want to ask someone their opinion. لغت مهمی که اینجا باهاش کار داریم همینه. Opinion نظر، عقیده. Ask بپرسید نظرشون رو. You use these. Or someone asks you your opinion. و یه نفر نظر شما رو میخواد بدونه. You try these. Sometimes you agree with them. You express your agreement. باهاشون موافقید. موافقتتون رو بیان میکنید. Or sometimes you don't. You disagree with them. You express your disagreement. و یا گاهی اوقات باشون مخالفید. بیان مخالفتتون رو بهشون ابراز میکنید. اوکی؟ بریم که شروع کنیم. Ask for an opinion. درخواست کردن نظر. چی؟ What's your idea? ایده چیه؟ What's your idea? نظرت چیه؟ What do you think? چی فکر میکنی؟ What do you think? How do you feel about this? How do you feel about this? حست راجع به این چیه؟ باز چی فکر میکنی راجع به این؟ نظرتو به هم بگو. When someone asks your opinion, زمانی که نفر نظر شما رو میپرسه، شما میخوای بگی به نظر من، فکر کنم، راستشو بخوای، میگی in my opinion به نظر من، نظرتون رو میگی. و یا I think you're wrong. به نظر من تو داری اشتباه میکنی. اوکی؟ To be honest, تو فارسی زیاد استفاده میکنیم. راستشو بخوای اصلا این کار خوبی نیست. To be honest, this work is not good at all. Is not good at all. اصلا چیز خوبی نیست این کار. پس to be honest راستشو بخوای. Express بیان کردن، ابراز کردن. Expressing agreement موافقت. بیان موافقتتون. میگید I agree. موافقم. تموم شد. گاهی اوقات زبان آموزا یه فعل to be اینجا میارن، میگن I am agree. غلط، استفاده نکنیم. همینجوری خلاصه و کوچولو خوشگله. درست هم هست. I agree. من موافقم. پیاز داغشو بیشتر میکنیم حالا یه ذره. I agree with you. با تو موافقم. یه ذره بیشتر. I agree with you 100%. باهات 100% موافقم. درجهشو میارید بالا. و یا that's for sure. سریعتر میشه that's for sure. البته 100% درسته، قطعیه. یا that's so true. توی مکالمه ها that's so true. یه نفر نظرشو بیان میکنه، خیلی باهاش موافقی. That's so true. You're absolutely right. فعلا این absolutely رو حذف کنیم. You're right. حق با توه. پس موافقتمون رو بیان کردیم. حالا میخوام بگیم بیشتر باهات موافقم. You're absolutely right. Absolutely کاملا درصد خیلی زیادی دیگه داری میاری توی جملت. خیلی باهات موافقم. کاملا حق با توه. You're absolutely right. کاملا حق با توه. No doubt about it. Doubt میشه شک و تردید. No doubt about it. هیچ شکی درش نیست. No doubt about it. هیچ شکی درش نیست. کاملا درسته. و یا آخرین موردمون exactly. دقیقاً همون چیزی که من میخواستم بگم. Expressing disagreement. Agreement که همونه. یه dis میاد اولش میچسبه، منفیش میکنه. میشه مخالفت. بیان مخالفتتون. I don't think so. نیازی نیست حتما بگیم I. زمانی که توی محاوره میخوایم سریعتر بیانش کنیم میگیم I don't think so. فکر نمیکنم اینطور باشه. No way. عمرن. اصلا دیگه درجهش بالاتر. یه نفر ایسی میگه no way. اصلا راه نداره. عمرن. I'm afraid. باز همون تکنیک. دیگه نمیگیم I'm afraid. غلط نیست I'm afraid ها. ولی خب تو محاوره ها اینجوری بیشتر استفاده میکنیم. I'm afraid یعنی متاسفانه I disagree. متاسفانه باید مخالفت کنم یا متاسفانه مخالفم. I disagree. No, I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. نه خیلی ازش مطمئن نیستم.
و همین، اینم از اتمام درسمون. امیدوارم که استفاده برده باشید و امیدوارم که تمرینش بکنید. همین، اگه خوشتون اومد ما رو به اشتراک بذارید. این کانال شخصی منه که خودم توش مطلب میذارم، خودم ادمین نشستم، حالا یه ماهی هست رو انداختمش. اینم آدرس کانال انگلیش فور لایفه که تقریبا 1 سال نیمی هست مطلب میذارم و بهشون میذارن و همکاری داریم با هم دیگه. اینم نمیدونم چیه. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سر حال باشید. متشکرم از توجهتون. بای.